خب یه نکته دیگه هم حالا ما بهش رسیدیم، میخوایم که حتما شما هم در جریان باشین. توی فصل پسته چینی حتما به تک تک شاخه هاتون حساس باشین. یعنی اینکه الان مثلا برای مثال این درخت عباسلیه، شما مثلا میخوای بچینی، تک تک شاخه هاش رو حواستون بهش باشه موقع برداشت. چون مخصوصا کسایی که درختای کهنه‌تر و باغای قدیمی تر دارن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بعداً متوجه خواهید شد که یه وقتی توی درخت ممکنه چند تا پیوند شما داشته باشی و بعد حالا اگر برای کسی مهم نیست، فقط قصدش اینه که پسته داشته باشه، حالا اون یه مسئله دیگه است. اما کسی که حساس روی باغش و اینکه درختش یک دست باشه و یک محصول بده، حتما توی فصل باردهی بهش حساس باشه و تمام شاخه ها رو بررسی کنه که چه خوشه‌ای بسته شده و به رقمش هم دقت کنه. همون جوری که میبینین اینجا این درخت پیوند شده، این دست عباسلیه و این دست یه رقم خاصیه، به هر حال شبیه عباسلیای کلب سکینه خیلی قدیمیه، احتمالاً هم باید کور باشه. پس قانونا این درخت از زیر پیوند فرار کرده، یعنی این شاخه از زیر پیوند فرار کرده و بعد خودش تشکیل یه درخت رو داده. همونجوری هم که میبینین چقدر هم سرش رفته بالا. به طبع این باید بریده بشه. اما کی باید بریده بشه؟ اول فصل نه، آخر فصل. یعنی نزدیک بهار که داریم میشیم، توی اسفند ماه به طبع این باید کاملا بریده بشه و بعد رخای جوانتر مثل این بزنه و بعد بشه سرش رو پیوند بکنه. یادتون نره درخت هرچی کوتاه‌تر بشه باردهی بهتری داره. پس برای بریدن این هیچ وقت از این بالا اقدام نمی‌کنیم، از یه مقدار پایین‌تر که رخ جدیدم میزنه توی 1.20 ایجاد پنجه بکنه. ان شاءالله موفق باشید.